بوم زرگوشک من یک شعر از یاد کردم حاضر میخونم گر بالای ماشینی بالای 4 آشینی آفرین پاندا بعض نمود شکل حرف ها با اشیاهای گرد اطراف مانندند پاندا مثلا او با چرخ ماشین حرف ام با کوهانی اشتر حرفی ش با شانه مانند است. آفرین زرگوشک درست گفتی انا این گامبوسک هم با یک حرف مانند است وو با کدام حرف؟ با کدام این رو رفته از خودی حرف خورک میپرسیم میرویم رفتیم با نزدی حرف زودتر خورک میرویم از وای میپرسیم رفتیم اویسا حرف خورک سلام او حرف خورک حرف خورده جواب میدهد آزید با حرف خورک یک تا حرف میخورانیم کنی صندوق چرا کشا حاضر خوش کنی کی حرفی با گامبوسک مانند رو پیدا میکند حاضر من پیدا میکنم کنی حاضر حاضر در کجا باشد کنی وای اینقدر حرف بسیار یافتم انا یافتیم حرف خورک وو ژ ژ ژ ژ اینقدر حرف دشوار بوده است با این حرف هم هیجا و هم کلمه دشوار است ساختن نه پاندا بسیار است بیاید هیجا میسازیم هیجا میسنجیم بیایید مرحمت حاضر انا کنی پاندا انا دوستم حرف خورک ژ آ ژا ژا اکنون نوبتی من یک طرف استو مرحمت زرگوشک آهسته انا ل آ ژالا وو ژالا تو балоча будai زرگوشک алакай ژالا ساختی من با کلمه ژالا یک چند کلمه دیگر ساخته میتوانم ژالا باران ژالا برفک این را با من بابایم گفته بود این قدر کلمه های زیبا گفتی زرگوشک دیدید باز میگوید که با حرف ژ هیجای کلمه ها نیستند دیدید چی قدر کلمه های زیبا هستند انا باز میسازیم خوش کنی انا خوب ژ آ ژا ژا پاندا با همین هیجا دو حرف دیگر علاوه کنی یک کلمه زیبا می شود با اولش بله با اولش چی می شود؟ کدام کلمه می شود؟ در چشمانی تو هست در چشمانم یافتم حاضر کنی خوب انا حاضر انا دوستم حرف خورک اینو بگیر باز حرف میدیم حاضر ایستا حاضر باز کنی انا دوستم انا کنی چی شد م ای ژ آ میژا میژا بوده است بوم نصف گپ عالم هم با آواز ژ سر میشیده است آفرین پاندا دیده باز میگوید که با حرف ژ کلمه کم هست الکای دو کلمه زیبا ساختید باز فکر کنید فکر حاضر یافتم ها حاضر انا
آیسته وزیر هر خوراک انا دوستم حاضر باز حرف میدی هم انا با کلمه های پیشتره چی شد حرف خوراک؟ ک آ ژ د او م کاژدوم وای من میترسم چرا میترسی؟ کلمه های ساخته تو وهم‌انگیز است زرگوشک او تو هم میتوانی کلمه های وهم‌انگیز ساخته مرا ترسانی مرحمت آیسته حاضر انا کنی گپ زن که با حرفای پیشتره چی شد؟ آ ژ د آ ه او اژدها اوه زرگوشک تو اینقدر کلمه وهم‌انگیز ساختی تو خودت نترسیدی؟ از کلمه های ساخته خودم نمیترسم از کلمه های ساخته تو میترسم دوستان شما ترسیدن میخواهید ترسیدن خواهید حاضر من نشان میدیم حاضر کنی انا خوش کنی حرف خوراک با حرف های پیشتر چی شد؟ ژ آ یا ن ژایون انا نفهمیدم ژایون چیست؟ ژایون چی معنا دارد؟ او نترسیدیم کو ژایون غضبناک بدقهر است انا یک مثال شعر ژایونی ژولیدموی ژانداپوش میآید شیر ژولیدموی من میترسم ایستا پنهان نشو اینجا بیا نترس بو مثال آورد شعر ژایونی ژولیدموی ژانداپوش گفت شعر تنها در صحراهای افریقا وجود دارد بوم بیا یگان کلمه های زیبا سازیم خودتان فکر کرده بینید کنی؟ فکر میکنیم کنی؟ فکر یافتیم حاضر کنی زرگوشک حاضر با حرف های پیشینه م آ ن ای ژ آ منیژه من منیژه رو میشناسم یک بار به زنبورخچینی آمده بود به من سبزی داد وای بسیار دخترک با آداب هست وای به من گفت که زرگوشکی میشه درازی خوشرویک حاضر باز یک کلمه میسازم کنی دوستم زرگوشک کنی انا حرف خوراک این حرف را بخورو با حرف های پیشینه بگو که چی شد حاضر یک تای دیگر باز یک تای دیگر انا ب ا ژ آ ن بیژن رو هم میشناسم این هم با تو سبزی داده بود نه بیژن همراه منیژه بود آنها چیستان گفته زنبوروغ میچیدند عجایب کنی چیستان هایشان رو بگو مایلش منیژه از بیژن پرسید 6 پای دارد از جایش نمی جنبد چیست آن حرفی ژ گفت بیژن و از منیژه پرسید از ابری سیاه میریزد و برف باران نیست چیست آن ژولا جوابش ژولا گفت و از بیژن پرسید وقتی که با هم میچسبند پیش چشمانت تاریک میشود چیست آن میژه ها گفت و از بیژن پرسید
عجب قهری دارد. دومش زهر دارد. چیست آن؟ دشوار است. کژدم گفت منیژه و از بیژن پرسید هر کس که بیارد توفه میگیرد. چیست آن؟ بیژن جواب این چیستان رو نیافت. انا من میدانم. چی؟ 2 روز فکر کردم و یافتم. چی بوده است؟ مژده. مژده چی بوده است؟ مژده این خبری خوش است. برای همین منیژه گفته است که هر کس که خبر بیارد تحفه میگیرد. اکنون از کتاب برو میخونیم. یک حکایچه میخونیم. بوم حکایچه مور و الکه زرگوشک خوند. چی خیل؟ آخر من شنیدم. من نخوندم کو. 2 روز لیکن منیژه همراه دودرکش سیر و گشت کرده حکایه نوشته است و در کتاب برو میخونیم چاپ کرده است. دخترک با سواد بوده است. بوم من هم میخواهم که حکایه نویسم و در کتاب برو میخونیم چاپ کنم. آفرین پاندا. انا این کاری خوب میشود. فردا پاندا با ما حکایچه میخوند. البته. بوم من هم میخواهم که حکایچه نویسم. تو هم نویسته بیار زرگوشک. اکنون وقتی خیر خوش رسید. ما امروز خیلی چیز را یاد گرفتیم. ما خیلی باسواد شدیم. آفرین. شما با حرف ژ شناس شدید؟ بله. آفرین. بچه های عزیز شما هم حرف ژ را آموختید؟ بله. بارک الله. این طور که باشد با حرف ژ یک چند هجا و کلمه نوشته برو تلفظ کنید. خیر بچه های عزیز. خیر.